اینک ورزشکاران دسته وزن 73 کیلوگرم در گروه دی رقابت مرحله دوم شروع می شود. جایی که پهلوان امیدبخش تاجیک سامان محمدبکوف با لباسهای سفید از سمت چپ تصویرهای ما و شما است. ورزشکار 22 ساله تاجیک دارنده عنوان قهرمانی جوانان جهان در کارنامش و اشتراکچی بازی‌های المپی، همچنین دارنده مدال برنجی در یکی از گرندسلم‌های با نفوذ جهان در سال 2019 در اوساکا در برابر کانو گارسیا جورج ورزشکار 25 ساله اسپانیا قرار میگیرد. ورزشکار اسپانیا تبار در کارنامه‌اش بجز از یک نشان برنجی نقره جام اروپا دیگر هیچ دستاوردی ندارد. قانون معمولی اجرایی سراپا از هر دو جانب بود، ولی در حال یک جوابی واقعا خطرناک بود کانو گارسیا، ولی سامان هم خوشبختانه توانست از سمت حرکت حریف زود پیخست شود و راهی گریز یا فرار از اصول حریف رو بسیار به مورد گرفت. سامان محمدبکوف که از گرندسلم ها در واقعا دوران نوجوانیش در سرزمین جودو در ژاپن برنده نشانی برنجی شده بود. این هم واقعا دستاورد شایسته هست. پرتاب بالای شانه و زری. به همین ترتیب سامان محمدبکوف با یک و زری پیشرفت می شود. باز هم همان اصول های پرتابی جذاب و دیدنی سامان، ولی داوران باید این پرتاب رو ببینند و وزری برداشته می شود. وزری برداشته می شود متاسفانه دوستان عزیز، ولی به هر حال فرصت هست. به همین نحوه که در حال انجام دادن حرکات معمولی هست سامان محمدبکوف اگر ادامه بدهد باز هم سریعیت، کوچی و ضد حمله، ولی به هر حال اجرا کننده اصول سامان محمدبکوف است. در بخش استحکام وضع اکنون کوشش میکند سامان محمدبکوف که در رقابت اول به این نحوه مبارزه برده بود، ولی راه فرار از اصول بود از سوی کانو گارسیا. به همین ترتیب سامان فعال هست، فقط ورزشکار اسپانیا در حال دفاع بود. کارت زرد اول جزا اگر داده شود و کانو گارسیا باید داده می شود، ولی داوران تو اینجا خاموش هستند. حدود 2 دقیقه سپری می شود. با صفت یک ورزشکار حمله کار و بریز در این رقابت سامان محمدبکوف نسبت به حریف برتر بود. ورزشکاری که به سمت چپ کار میکند همواره در برابر حریفانی که به سمت راست کار میکنند مشکل ایجاد میکند. پشت گریبان حریف بسیار محکم چنگ میاندازد و اجرای حرکات معمولی یک بار دیگر هلوک لب و ضد حمله ورزشکار اسپانیا شاید فالشتک بود. داور ببینیم چه قضاوت میکند. داور برای جابجا گذاری جودوگی سامان یک لحظه تنفس و در همین حالت ورزشکاران با تجربه با استعداد نفس‌های چقور و عمیق میگیرند تا در چنگ نوبتی توانند همان هدف خود را محکم بگیرند و در مبارزه نوبتی ببینیم سامان چی کار خواهد کرد. موفق میشود سمت خود را اختیار کند، ولی سمت را تغییر میدهد ورزشکار اسپانیا. نمیتواند این ورزشکار واقعا با استعداد ما را یک ضد حمله بکند. رقابت ادامه دارد. داوران نیز تا اینجا به نظر میرسد که از روی عدالت در حال داوری کردن هستند. بیشتر از 1 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. سامان محمدبکوف به نظر میرسد در حال
داشتن یک فرم معمولی خود است، یک هلوک معمولی آساتو به سمت چپ، ولی باز هم ثمرناک نبود. به هر حال فرصت هست، اگرچه کمتر از 1 دقیقه دیگر باشد 52 ثانیه برای اجرای چند اصول، چند فن دیگر میرسد. به همین ترتیب سامان باز هم نخستین شده برای گرفتن همون کومیکات مورد نظرش کوشش میکند. سمت راست حریف رو بسیار محکم میگیرد. اکنون دستی حریف به همین ترتیب به پیش حرکت میکند. فقط یک طرف کوشش میکند سامان. اگر به سمت راست هم یکی از اصول های مورد نظر می داشت شاید کار رنگ دیگر می گرفت. هنوز در مورد کم فعالی هیچ کدام از ورزشگران داوران قضاوت نکردند. از این برمی آید که هر دو جداکار هم در مشغولیت های قبلی خیلی خوب آمادگی گرفتند. سامان محمدبکوف یک پرتاب جذاب داشت، ولی چرخشی خوبی کانو گارسیا هم باعث به آن شد که از یک امتیاز دادن رها شود. داوران اکنون به نوار تدریجی شاید دیده کنند و زری. به همین ترتیب دوستان عزیز 15 ثانیه تا پایان وقت اساسی سامان محمدبکوف میتواند راه گریز رو در اختیار بگیرد و به همین وسیله دومین پیروزی خود را هم رقم بزند. بله، یک کارد زرد اینجا جای هیچ شک و شبهه نخواهد بود. بله، فالشتک یا همون حمله دروغین این یک حرکات معمولی تاکتیکی هست و به همین ترتیب سامان محمدبکوف به مرحله 4-1 نهایی می رود. دوستان عزیز، پیروزی دوم سامان مبارک باشد در یکی از رقابت های مهم حساسی سال، این هم گرند اسلم پاریژ. بعد از بازی های المپی این اولین حضور سامان در رقابت های سطح جهانی بود. 2 پیروزی پی برای سامان محمدبکوف و رفتن او به مرحله 4-1 نهایی. شاید دوستان هدایت حیدروف رو در برابر سامان ببینیم.